آیا خدا دارن؟ یا که با ما چی؟ ضرر میرسن. خیلی یعنی حکمت میبری. ما میبینیم با شکل کلاسیکی رو میبینیم. ما میدونیم که همه چشم ما کشیدیم، کتابا رو خوندیم، دیدیم از گذشته، حاضره و فکر میکنم آینده هم آدم ها کسل میشوند، طبابت میکنن، صحت میشوند. هستن اینه؟ این اشتباهی چی هم بود هم کسل میشه. صورت چشمی فراوان نیفتن، پیش هم خیلی یک تکنولوژی داشتن که همون چشمشه در سنگ پیچت کردن. خیلی خیلی تکنولوژی پیشینش دیدن که ای چشم موضوع میفهمیم که آدم کسل یا نه. میفهمیم. هم چشم نگاه میکنه، بعضی آدم کو تشریف زاده همون وقتی خودش چی بوده است؟ کسل بود. نیکی و بدی از جانبی خدا است. نیکی از جانب خدا است. خداوند به ما بدی میخواه، نه بدی نمیخواه، نه که بد میکنه، امر میکنه. امر لیکن خواهشش اکنون چیز دینیه. که در دین مادر میگه کسلی واسه ژنتیکش. اگر پدر و مادر چشون بخواد باشه، شیرشون بخواد باشه، کودک چی نمیشه؟ ایمونیتش بخواد هست. اگر کودک کلسیش برسه، ممکن استخوانش پچق نشود. پس بعد نهاری خوراکمون. ها؟ پس بعد نهاری خوراکمون. درسته. یکی از سبب‌های کسلشوی آدم این چیز نارسایی غذایی. خوش همین نارسایی غذایی. مثلا آهن نرسد. انیمیا میشه. یود نرسد چی؟ جوغر میشه. کلسی نرسد؟ اونا چی میشن؟ ملای. مگنی نرسد؟ تصور کنید دل ما نروسوس کار نمیکنن. لیکن ما امروز مقصد گپ ما دیگر چیزه. ما نگفتیم سبب‌های کسلی را. ما حکمت گفتیم. فلسفه گفتیم که آیا کسلی به ما زیان داره یا کسلی به ما چی؟ منفعت داره. ما چه خیلی نگاه کنیم همینه. یعنی که ما چه خیلی که گفتیم این چی است؟ علم میگوید، علم گم بزند، دین گم بزند. علم میگوید که در گنهای آدم چی هست؟ ژنتیک در گنهای آدم کسلی نوشته شده است. ارسی. دین میگه که نیکی و بدی از جانب کیست؟ از جانب خدا هست. میگه که اگر شرایط بتی همین کسلات رخ میزنن. مثلا خیلی هم که آدم در خونش نوشتگی است که انیمیا میشه. اگر غذاش در آهن نباشه انیمیا میشه، کمخون میشه. لیکن اگر در شکمش با اگر کرم داشته باشه انیمیا میشه. غذاش در بسیاری باشه. اگر روده هاش سوز جبیش نداشته باشن میشه. اگر سیالاوکش کسل باشه هیچ هم میشه. نمیدونید چقدر گپه نه؟ یعنی که اگر شرایط میتیهد این میگه که
предрасположенность, тамоюли одам ба ҳамон касал ҳаст дар вуҷудаш. лекин агар шароитиш бисозӣ, касал чӣ мешавад? Касал авҷ мегирад. Шароитиш бисозӣ. дар дин чӣ мегӯяд? میگه که بدی از جانب خدا هست لیکن بدی را خدا نمیخواهد. این ششم ایمانی ما و شماست. همون ایمان آوردن به خدا، به فرشتگان او، به کتابهای او، به پیامبران او، به روز قیامت، به نیکی و بدی از جانب خدا هست و زنده گردانیدن بعد از میرانیدن حق است و راست. مهرش همین است. هر کی شک آورد کافر است. همینجا برای اومده که بیایی بفهمی که شما امروز دیدتونه با کسل دیگر خیل کنید. کسل های خیلی فکر نکنید. زدن در کار، جمع کردن در کار. کسل قبول کنید. ولی کوشش کنید که کسل از خودتان چکار کنید؟ گسل کنید. برای این است علم طب. در اینجا میگه که انسان خودش کار میکنه که سبب خطایی شد، سبب گناه شد که کسلی با او چی میشود؟ یاد میشه. یعنی که خطای گناه سبب چی میشد؟ پیدا شدنی بیماری میشود. اکنون ما حاضر مفهوم گناه فقط همون تصوری چی را نکنیم، نه؟ همون کارهایی که مثلا یک کس خفه میکنی، بسیار خوری میکنی، خوب بسیار میره، یک جا میره یک کاری میکنی که آدم ها را رنجش میتیه، همه اینو چیه؟ از اون زیان میبینن. خطا چیست؟ دیگر کسی او زیان نمیبیند ولی که چی؟ آزرده خاطر شدنش ممکن است. الان که تصور کنید اگر ما و شما امروز دید مانند با بیماری دیگر کنیم چه میشه باشه؟ پس اگر آدم بگه که خیلی من در علم نگاه کنه، در علم بسیار بیماری ها چی شدستن؟ مغلوب شدستن. از کدام بیماری ده؟ همین چند بیماری مانده است که علم هم اومده است خیلی اینا را یافته است. بسیار تصور کنید بیماری اپیلپسی پیش نداشت. چرا هیچ علاج نداشت. عذاب میکشیدن. بیماری استئوخندروز چوره چی میشد وحشه دیگه علاج نداشت. آدما دولت نمیشدن وحشه نمیفهمیدن دولت نیم. میدن تو میافتی دولت میفتن درشون. بیماری گنده کسل نداشتن علاج نداشتن. سنگ گرده میزد گرده شو ویران میکرد علاج چه نمیدن. حاضر چی؟ حاضر شکرانه کنه که این قدر امکان در یک زمینه که افتاد 90 میشن تمامت میشن. این قدر بختری امروز هم ولی به هر حال کفاره گناه‌های مؤمن است. همین مؤمن اگر حدیث رسول خدا اگر خطا نکنه گناه نکنه مؤمن کسی که به خدا باور نمیمیره. تصور کنید مرگ کفاره است. دین چی میگه؟ دین میگه که علم چی میگه؟ علم میگه که مرگ در درون آدم گن داره. هسته نوشتگی. دین چی میگه؟ میگه هر مخلوقی که هست چشمنده چی هست؟ چشمنده مرگ است. نگاه کنید گپارا. برای چی اپونیو این ساله هاشون 1 میلیون زیاد هم اسرائیلی ها اگه 90 رفته است اموری میانشون سببش 4 چیز دختری خوب، غذای خوب، طرز حیاتی سالم و آرامی روانی اجتماعی. ترش که صرف چی؟ ویران نمیکنن. کارت میدونن
دکتری سری وقته همین اولی شدگی نشدگی 3 دقیقه پس ارتباط میرسن. مردن در آری هم میبرن کس بینه شاید برسن. ماهانه تا نمیبرن عمره دیم کمی و زدتی ریسقه سیم از ما درس بینیم عذاب مشکلی همه غذا خوردن ما اون غذا رو خوردن نمیتونستم همون غذا رو خوردن چند کس تایب چه چند کس مرد ما گفت نخوردم نمردم بعد همون واقعی مسیحت شد اگر که ما گفتیم ما تجربه برگی درختان آدم چی میرسه یک شبه شاید که در روی زمین انسان میرسه و یک شبهش که هیچ خیلی مشکلی می آورده است میگه که کسی که کسل خود شما تصور کنید وقتی که میکرد اگر عیاداتش میرفتی من همونجا میرم یعنی انسانی بیمار خطیشه ولی صحت بودتر است کارهای خوب زیادتر میکنه مشکلات های چی زندگیش حل میکنه دیگر کمک میکنه به خبر زندگی میرسه عموما حکمت بیماری برای انسانی درست خیلی چیزا دارد خیلی منفیت ها دارد و روشنتر است و عیانتر است سلط جنگ نکنه جنگ کردن میتونه با همین چند سال SSR جنگ نکرد با مجبور شد افغانستان برای جنگ کرد راست از سالی 45 تا 80 جنگ نکرد با اونجا درمان جنگ نکردگی به همون افغانای میگم که یک تایی کمون سیاه کمون داشتن به همون جنگ کردن نتونست ارگانیسم ما کم کم کسان نشود قدرت قابلیت چیکار میکنن گم میکنن مقابلیت نمیتونه کردن دروغ حاصل نمیکنن ذخیره هاش بیدار نمیکنن یعنی که معرفت های چی دارد باز معرفت های زیاد دارد و اگر انسان خطاهاش در همین دنیا تازه شوند گناهاش خوب تسته که به اوجه را برشون گفتم شکر کردست نه؟ و دنیای دیگر همونم اگر که تصور کنید که بیماری با ما را چکار میکنه است بیماری ارگانیسم ما را به قوت میکنه است اگر حاضر یک کودک اروپایی را بیاری در همین شرایطی مثلا تاجیکستان یا در چی؟ نمیماند سببش چیست؟ ایمونیتیت مردم ما نسبت به بیماری ها چه شدگی است؟ بقوت شدگی است آیا دور در روز کسل نمیشن ایمونیتیتشون چی میشن؟ ایمونیتیت گم میشد این مانند یا نه که مثلا شما اگر شیر نخورید یک باره شیر خورید چی میشه؟ شکمه رو میکنن همه شیر اگر نخورید یک باره میکنن چیزی همون لاکتوزی که باید شیر رو ایران کند همون دیگه حاصل نمیشه وقتی که شیر نامده است
برای این پیش از اون که شما شیر خوردن گید باید کم کمک خورید که ارگانیسم شما چکار کنه با خبردار شد و همون زیدی همون برای حل کردن همون فرمن دارد. همه خیلی دیگر ایمونیتتی مردمی هستن که از بیماری میگن تازگی حد زیاد، تازگی از حد زیاد آسیب میبینن. انا که تصور کنید که ما امروز دید مانه با بیماری چه کردیم؟ دیگر کردیم. ما بیماری رو بعد نمیبینیم، ما بیماری رو چی قبول میکنیم، همچون یک چیزی از جانب خدا، از جانب تقدیر، از اون که نوشته شده است، از اون که ما کجای خطا کردیم چی واقعش، یا که ما رو سنجش میکنن.